من نمیمانم ایمان کل زرد بی غیرت مرا و طفلم تنها بانه. اما فعلا باید حامد را بازی بدم. حامد را میگم به یوتیوب ولاگ میگیرم، پول پیدا میکنم، بیاز و حامد سگ پیس است قبول میکنم. حامد جان طفل از خودت است. ما بغیر از تو به کس دیگه نگاه هم نکدیم. ای مردای دیگه دروغ میگن تا زندگی ما را برهم بزن. اما هنوز شک دارم. من میفهمم اوزلم، دلی ما بسیار سیاه شده، اما اگر دکتر گفته که طفل دختر است، ما دختری خود را دوست دارم، ولی باید تا تولد شدنش صبر کنیم تا رنگ و رخش معلوم شود. حامد تو خود یک ولاگر هستی، پول را هم بسیار دوست داری. من برایت یک پیشنهاد دارم. من از هر چیز این طفل برای یوتیوب ولاگ میگیرم. از تعیین جنسیت، از معاینه اسواد و نام ماندنش ولاگ جور کو عزیزیم. از تعیین جنسیت، از معاینه، از ولد و نام ماندنش ولاگ جور کو. حتی اگر خواستی از شب همبستری ما هم ویدیو بگیر تا پولدار و مشهور شوی. اینطور پول پیدا میکنی. درست است عزیزم. تصمیم گرفتیم که از تمام زندگی شخصی خود برای شما ویدیو بگیریم، حتی شب همبستریمون رو. واقعا حامد؟ آره پولدار و مشهور میشیم. حامد جان عزیزم، حالی ببین چی قسم بازدید میگیره. زیادتر کوشش کو، شکمم زیری شکمم بیای به ویدیو جای خاص را زیادتر بگیر که. درست است عزیزم. باشه عزیزم، یک دست من زیری چیزا تیر میکنم خوب سایی معلوم شد. اگر مردم به قد و مرغا گفت چی میکنی؟ من میگم روشن فکری است، پول جمع کنی، آبروی عزت چی بدرت میخوره. وای اوزلم، پول از تیک تاک و یوتیوب مثل باران باریده روان است. مهدیگی غم هیچ چیز را ندارم. بعد از این از تمام زندگی خود ویدیو میگیریم. خوب شده احمق و با خاطر پول همه چیز را از یاد برد. باشه عزیزم، یک دست من زیری چیزا تیر میکنم خوب سایی معلوم شد. پخ بچی خره اوزلم، توی چی شرمندگی رو در یوتیوب انداختی؟ نی چوچه گر خر، به من دیگه زنگ نزن. تو خب برای مه وقت نداشتی و در لایف تیک تاک مصروف بودی. شوهرتم مردگاه، همه در لایف تیک تاک مرا مسخره میکنن و میگن طفل تو در یوتیوب برآمده. زن حامد برای ما پول پیدا میکنه و مشهور میشویم. طفلم از حامد است. تو برو به لایف خود برس. کن خودم به ویدیو لانچ کنم به خاطر بیننده ها.